لیلی و مجنون. روزی لیلی از علاقه شدید مجنون به او و اشتیاق بیش از پیش دیدار او باخبر شد. پس نامه ای به او نوشت و گفت اگر علاقمندی که منو ببینی، نیمه شب کنار باغی که همیشه از اونجا گذر میکنم باش. مجنون که شیفته دیدار لیلی بود، چندین ساعت قبل از موعد مقرر رفت و در محل قرار نشست. نیمه شب لیلی اومد و وقتی اونو تو خواب عمیق دید، از کیسه‌ای که به همراه داشت چند مشت گردو برداشت و کنار مجنون گذاشت و رفت. مجنون وقتی چشم باز کرد، خورشید طلوع کرده بود. آهی کشید و گفت ای دل غافل، یار آمد و ما در خواب بودیم. افسرده و پریشون به شهر برگشت. در راه یکی از دوستانش اونو دید و پرسید چرا انقدر ناراحتی؟ و وقتی جریان رو از مجنون شنید با خوشحالی گفت این که عالیه. آخه نشونه اینه که لیلی به 2 دلیل تو رو خیلی دوست داره. دلیل اول اینه که خواب بودی و بیدارت نکرده و به طور حد به خودش گفته اون عزیز دل من که تو خواب نازه، پس چرا بیدارش کنم؟ و دلیل دوم این که وقتی بیدار می شدی گرسنه بودی و لیلی طاقت این رو نداشت، پس برات گردو گذاشته تا بشکنی و بخوری. مجنون سری تکان داد و گفت نه نه، اون میخواسته بگه تو عاشق نیستی. اگه عاشق بودی که خوابت نمی برد. تو رو چه به عاشقی، بهتره بری گردو بازی کنی.